فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خانم دیگه از هلند تماس گرفتن، گفتن که دیروز اشتباهاً به خاطر اینکه فکر کردم عادت ماهیانم شروع شده روزمو خوردم، اما بعد معلوم شده که اینجور نبوده. اگر به اشتباهی اینو خورده کفاری رو نداره، چون سوالشون این بود که من کفاره بدم یا کفاری بر من لازم نیست. نه، هیچ گونه کفاری بر ایشون لازم نیست، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن رفع عن امتی الخطأ و النسیان. خطا و نسیان حکمش از امت من برداشته شده، یعنی مجازات نخواهند شد به خاطر کاری که بدون قصد و اشتباهاً یا از روی تحت فشار اون رو انجام دادن. فقط ایشون به جای این یک روزی رو که خوردن یک روز دیگه به جاش روزه بگیرن، اما به اصطلاح قضایی بیارن، اما کفاری بر ایشون لازم نیست.